سومین مجمع جوانان جنبش ملی افغانستان با حضور پررنگ جوانان برگزار شد. جنرال عبدالرشید دوستم بنیانگذار جنبش جوانان افغانستان است. در اینجا همگان و پشتیبانی از جنرال عبدالرشید دوستم شعار می‌دهند و آهنگ اینجا این جوانان وحدت ملی میان مردم افغانستان را به نمایش گذاشتند. جنرال عبدالرشید دوستم با فرزندانش به ویژه دخترش در این گرد همایی حضور دارد. معاون اول رئیس جمهور آوازه ها را درباره کنار رفت از حکومت رد می کند. او برای ما چه رقم فاصله بگیریم و چه رقم از دولت دور بریم. او دولتی که خود ما زحمت کشیدیم، ما خود ما گوره نقش اساسیش داشتیم، او را خود خراب کنیم هرگز نمیکنیم. ما معاون اول رئیس جمهور هستیم. این مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی به مقام‌های دیگر توصیه می‌کند که به جای سخنان زیاد باید عمل کنند. مبارزه میکنیم، با مردم خدمت میکنیم و مردم امنیت میاریم. ای خدا گپ نمیشه. در گپ میشد دم 38 سال 37 سال میشد. این عمل کار دارم. آلیار اینا را به شما به تشریفات استاد نکردیم. بخیر اینمی انتخابات همه آجی دختر ما آج رایله بالاترین رای خط در پارلمان خواهد معاون اول رئیس جمهور میگوید که به همگان روشن است که رای هوادارانش سبب پیروزی تیم شده است، اما 10% خواستایش برآورده نشدند. رای همه جنبش رای جنرال دوستم میگه یه تیم پیروز ساخت. پیش عرب برین، پیش عجب برین، پیش امریکا برین، پیش انگلیس برین، پیش ترکا برین، هر ژورنالیست پرسان کنین همه گپا میگه. ولیکن همه که زحمت همه که رای، لیکن ما راسته بگوییم پیش شما کم هستم گفتیم دپیتت به حقوق خود نرسیدیم. آقای دوستم از این که در نبرد کندوز شرکت نکرده بود از کندوزیان پوزش میخواهد. واخ ما مردم هستم همه طالب همه چی هست همه چی هست گیر پاک حساب کردن قوت هست نیرو هست و نیروی مردمی اینمی کماندانا را ببارم همه ما بدون کمک بیرونی هم پاک حساب میکنم مگر نتانستیم و از مردم کندوز معذرت میخواهیم و چرا نتانستیم حالا نمیخواهیم به این گپا تبصره بکنیم که چرا نتانستیم. معاون اول رئیس جمهور می‌افزاید که به وعده‌اش برای ایجاد وزارت برای جوانان پایبند است. ما هنوز همین گپ خود اصلاح داشتیم. باید یاد کردیم در جلسه همه وزارت اطلاعات فرهنگ همه به نام جوانان گذاشته شود. چی ما دیگه تشکیل پیکر ندارم دیگه وزارت خانه اضافه نمیکنیم. این در حالی است که گزارش‌ها درباره کناره‌گیری جنرال عبدالرشید دوستم از بدن حکومت از بهر عملی نشدن خواستایش منتشر شدند. گفته‌های وجود دارند که جنرال عبدالرشید دوستم طرحی را برای ایجاد گروه ویژه در وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی و ریاست امنیت ملی برای رویارویی با طالبان به حکومت پیشنهاد کرد، اما این طرح از سوی حکومت پذیرفته نشد. اعضای کنگره توفیق